مساحت این ناحیه قرمز رنگ چقدر هستش؟ داده های مسئله که ما در اینجا در اختیار داریم یک نیم دایره هستش، نیم دایره طوسی رنگ که اینجا مشاهده میکنید با قطر 6 و این مساحت قرمز رنگی رو هم که اینجا مشاهده میکنید قسمتی از یک نیم دایره هست با همون ابعاد نیم دایره‌ای که اینجا داریم، با این تفاوت که 15 درجه نسبت به این نیم دایره دوران کرده نسبت به این نقطه‌ای که اینجا مشاهده میکنید و میزان دورانش هم به اندازه 15 درجه بوده. اگر بخوایم به صورت انیمیشن نشون بدیم مثل این شکلی که اینجا ملاحظه میکنید. اول از همه میایم مرکز این دایره رو اینجا مشخص میکنیم و خب این دایره‌ای هم که اینجا داریم یک مرکز داره. مساحت نیم دایره رو کلاً برابر با آ در نظر میگیریم. پس مساحت نیم دایره برابر هستش با آ که این نیم دایره قرمز رنگ و این نیم دایره خاکستری رنگ با هم یکی هستن. مساحت هر دوتاشون برابر با آ هستش. مساحت این ناحیه‌ای که اینجا ملاحظه میکنید این قسمت رو من میام با B نشون میدم و مساحت این قسمت رو با C نشون میدم و مساحت این قسمت قرمز رنگ که میخوام به دست بیارم رو با D نشون میدم. خب اگر دقت بکنین توی نیم دایره قرمز رنگ در نیم دایره قرمز رنگ مساحت ناحیه D برابر میشه با مساحت کل نیم دایره منهای مساحت قسمت B. حالا اگر من بیام نیم دایره خاکستری رنگ رو در نظر بگیرم B در واقع آ منهای B آ مساحت کلا نیم دایره است دیگه، برابر میشه با چی؟ برابر میشه با C که از این دوتا از رابطه 1 و 2 میتونم نتیجه بگیرم که D مساوی C هستش. پس الان صورت مسئله من به اینجا رسید که من بیام مساحت ناحیه C رو حساب بکنم، یعنی اومدم همون مساحت ناحیه D رو حساب کردم. اما بیایم ببینیم که مساحت ناحیه C رو ما چجوری میتونیم به دست بیاریم. خب اینجا من یه قسمتی از یک نیم دایره رو دارم و این زاویه برابر با 15 درجه هستش. میام از مرکز این نیم دایره به این نقطه یک خط رسم میکنم مشابه این خطی که اینجا مشاهده میکنید. خب این قسمت رو میذارم O B C. اگر من بیام اینم میذارم مثلا D. اگر من بیام مساحت قطعی از دایره که میشه O B D این میشه قطعی از یک دایره از این نیم دایره هستش و مساحت مثلث OCB رو پیدا بکنم اومدم مساحت ناحیه C رو حساب کردم. حالا ببینیم چجوری میتونیم مساحت این ناحیه ها رو به دست بیاریم. اولا این که در مورد این قطعی که اینجا دارم OBD که مشاهده میکنید زاویه‌ای که اینجا هست این زاویه برابر میشه با 2 برابر 15 درجه که میشه 30 درجه. اثباتش هم کار ساده یه کار سختی نیستش. اگر در نظر بگیریم این مثلث OCB رو خب اینجا برابر با شعاع نیم دایره این هم میشه شعاع نیم دایره، بنابراین این دوتا ضلع با هم برابرن و تو این مثلث چون این دوتا ضلع با هم برابرن در نتیجه این زاویه هم میشه چند 15 درجه و بنابراین این زاویه میشه چند درجه؟ میشه 180 منهای C که میشه 150 درجه و بنابراین این زاویه میشه 30 درجه. خب مساحت قطعه OBD رو من چجوری میتونم به دست بیارم؟ شما در نظر بگیرید مساحت کل دایره من مساحت اگر اینو یک دایره کامل در نظر بگیرم میشه PR2 مساحت کل دایره کامل من برابر میشه با P
ضرب در r به توان 2 یعنی 3 به توان 2 که میشه 9 پی. خب مساحت دایره کامل من معادل این هستش که زاویه من برابر با 2 پی باشه، یعنی یک زاویه 360 درجه کامل رو داشته باشم که حالا من اینو می نویسم به بیان دیگه 360 درجه به صورت عددی می نویسم. خب اگر مساحت قطعه OBD رو بخوام به دست بیارم، زاویه من چقدره؟ 30 درجه هستش. یه نسبت تناسب بگیرم میتونم مساحت قسمت OBD رو راحت چیکار بکنم؟ به دست بیارم. بنابراین مساحت قسمت OBD به دست میاد 9 پی ضرب در، خب اگر نسبت بگیرم 30 تقسیم بر 360 میشه 1/12 که همون میشه 9 پی 12. خب مساحت این قسمت رو به دست آوردم. حالا مساحت این مثلث OBC رو باید به دست بیارم. مساحت مثلث OBC رو چجوری میتونم محاسبه بکنم؟ خب من از اینجا میام یک خط عمود بر این ضلع مثلثی که دارم رسم میکنم و اینجا رو میذارم H. اندازه OH چجوری به دست میاد؟ مثلث OHC رو در نظر بگیرین توی مثلث. پس من اول از همه دور اینو خط میکشم که اینو داشته باشم. در مثلث OHC اندازه OH میشه برابر با چند؟ میشه اندازه OC ضرب در سینوس 15 درجه. OC رو که دارم برابر با شعاع نیم دایره 3، پس میشه 3 سینوس 15 درجه. خب مساحت این مثلثی که دارم چجوری به دست میاد؟ ارتفاع که همون OH هستش ضرب در قاعده که BC هستش. بنابراین مساحت مثلث OBC مساحت برابر میشه با OH ضرب در BC تقسیم بر 2. خب اینجا من میتونم BC رو هم به دست بیارم دیگه. HC رو میتونم راحت به دست بیارم. HC چند میشه؟ تو دوباره در همین مثلث HC برابر میشه با OC، این دفعه کوسینوس 15 درجه که میشه 3 ضرب در کوسینوس 15 درجه. بنابراین اوج H و BC رو دارم، میشه 3 سینوس 15 درجه ضرب در 3 کوسینوس 15 درجه ضرب در 2، چون این اندازه BC برابر با 2 برابر HC هستش دیگه. بنابراین یه ضرب در 2 کردم، دوباره اینجا یه تقسیم بر 2 دارم که برابر میشه با 9 تا سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 درجه. خب حالا این سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 رو میتونم از روابط مثلثی استفاده کنم و به دست بیارم. به چه صورت؟ ما میدونیم که سینوس 2 آلفا برابر میشه با 2 تا سینوس آلفا کوسینوس آلفا. بنابراین سینوس 15 درجه رو ضرب در کوسینوس 15 درجه میشه چند؟ من از اینجا می نویسم سینوس 15 درجه ضرب در کوسینوس 15 درجه میشه سینوس 30 درجه تقسیم بر 2. سینوس 30 درجه هم که 1/2 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ میشه 1/4. بنابراین مساحت مثلث OBC برابر با چند میشه؟ طبق این رابطه 9 تا سینوس 15 کوسینوس 15 که سینوس 15 کوسینوس 15 شد 1/4. بنابراین مساحت این مثلث میشه 9/4. خب من الان این مقدار مساحت OBD و OBC رو با هم جمع بکنم، مساحت ناحیه C که با حرف C بزرگ نشون دادم برابر میشه با چند؟ برابر میشه با 9 پی 12 به اضافه 9/4 که این برابر هستش با همون مساحت ناحیه قرمز رنگ طبق این رابطه‌ای که اینجا داشتیم و مسئله ما حل میشه. امیدوارم که از حل مسئله لذت برده باشین.